در تئاتر نقش‌های خیلی هم مشکل رو اجرا میکند از جمله نقش اسماعیل سامونی این اپرای طالب شهیدی و بسیار نقش مشکل است جهت سرایندگیش من در نظر دارم تسیتور وی خیلی هم بلند است بلند قریب به تنر میرسد که باریتون لیریکی هست جرأت میکند مهنت میکند کار میکند همون نوتا رو میگیرد آواز رو چنان خوش رو میگیرد که کس حلاوت میبرد تماشابین گوش میکند بودی خود گوش میکند همین نقشایی که میرالی دوستیزاده اجرا میکنن انتخاب خودشان است یا که توصیه به استاد شما اکنون اینجا دا چیزی که میگن این مسئله ها کلیگیالی حل می شوند لیکن البته با خواهشی هنرمند خودش میرالی مثلا چندین مرتبه خور در دستش کلاویر خور خودش اثر می آورد با مانند کمپوزیتورها مثلا برای جشنواره‌ها در وزارت فرهنگ ما رو جمع می‌کردن همه راهبرای هنری رو جمع می‌کردن و میگفتن که دو تا خور سه تا خور کانتات یا که بالاد یا که سرود آماده شود کمپوزیتور رو ایجاد کنند می اومدیم کمپوزیتور رو اینا که تو فکر میکردن تو شاعر قطعی مصلحت میکردن موضوع رو میافتند این مشکل است میرالی در روز دیگر الکی با نوت می اومد یعنی آماده میکرد خودش هم نوت می نویسد همچون کمپوزیتور و یک کتاب خیلی هم خوب دارد که با نام غزل وطن به نهایت کتابی در کاری است نه فقط برای تئاتر اپرا بالت بلکه برای شاگردان و استادان کنسرواتوار اینستیتوت صنعت در اونجا بسیار سرودهای خیلی هم بسیار و وطن دوستانه میرالی دوستیزاده در اونجا درج شدگی هستند و نقش ها رو نیز همین خیلی مثلا نقش فیگارو من مثلا اونقدر راضی نبودم در توی فیگارو انتخاب خودش چون این نقش به حد تکنیکی زیادی سراینده رو طلب میکند بسیار مشکل بود سراینده باید که همین نگنگی پا خودی بالت بر این رقص کرده دویده پریده همین سبکک باشد باید هم جای خودش ایابد و این پارتی رو اجرا کردن برای مشکل می شود لیکن خودش تیار کرد آورد وقتی که در رپتیسیون تمرینی به شما پسند آمد؟ خیلی هم پسند آمد یعنی از عهده‌اش برآمد به حد به نهایت از عهده‌اش به درجه عالی برآمد دیگر باریتون‌ها میخوانند که من نام وی را نمیگویم که خفه نشوند حتی 10% میرالی بر این آریا رو کواتین آریا رو از اپرای توی فیگارو خواندن نتوانستند میرالی دوستیزاده از عائله هنرمند به دنیا آمده است من اگر هنرمند گویم خطا نمیکنم گرچند هنرمند نبود عائله‌شون هیچ کس مثلا مادرش خیلی هم بر وقت جهان رو پدرو گفت خیلی در کودکی شاید 2 ساله بود 1 ساله بود لیکن پدرشون خدا رحمت کند در سن 98 از دنیا